در سرزمین آریزونا فیلم برداری شد. در کنار جنبه والتر برمن که تقریبا در تمامی وسترن‌های بزرگ جهان بازی کرد، ماجر نقش شریک و سپینسینگ جان وین. این فیلم هم در ایران دوبله شد و در سینماها به نمایش درآمد. میز سینمای وسترن و خاطره‌های با یک couple of days